ولی ما نسلی بودیم که تو جنگ به دنیا آمدیم، با همه چی جنگیدیم، با جوونیمون جنگیدیم، با گرونی جنگیدیم، با افسردگی جنگیدیم. نسلی بودیم که ما نسل سوخته نبودیم، نسل حسرت بودیم. حسرت 2 روز پشت سر هم آرامش، حسرت یه ثباتی که بتونیم برای 2 ماه دیگه‌مون برنامه ریزی کنیم، حسرت یه زندگی معمولی، حسرت خریدن خیلی چیزا، خونه، ماشین، اینا برامون رویا شد. نسلی بودیم پر از شکست‌های عشقی، پر از ازدواج‌های ناموفق، پر از شرمندگی بابت نداری. ما یه بار بیشتر زندگی نمی‌کنیم، نمیتونیم بگیم ایشالله جبران میشه، ایشالله درست میشه، چون دیگه برای ما تموم شد. ما تو 30 سالگی پیر شدیم. امیدوارم روزی که چشامونو برای همیشه میبندیم حداقل اون روز به آرامش برسیم. ما وارثان دردهای بیشماری